ببینید عزیزان دل، در سوره نساء آیه 88 الله خودش میگه گمراه میکنه، بعد میبینیم که چی کارا میکنه با انسان‌های را خودش گمراه کرده. حالا نقش شیطان در اسلام چی هست؟ نقش شیطان در اسلام این هست که چیکار کنه؟ انسان گمراه کنه. آیا میبینیم اسلام با وجودی که الله را داره نیاز به شیطان داره یا نداره؟ آیا نیاز به شیطان داره اسلام یا خیر؟ یا میبینیم که خود الله نقش شیطان را بازی کرده در آیات، در نص صریح قرآن. آیت 88 سوره نساء. میکروفون را کنترل کنید، محمد بزرگوار اگر امکان پذیر است. چیست شما را که درباره منافقان دو گروه شده اید و حال آنکه خدا آنان را به سبب کردارشان مردود ساخته است؟ آیا میخواهید کسی را که الله گمراه ساخته هدایت کنید؟ گمراهی وظیفه کی بود؟ شیطان. چه کسی در این آیت گمراه میکنه؟ الله. چه کسی شیطان است؟ الله. و تو راه پیشروی پای کسی که الله، خداوند میگه، من واژه الله را استفاده میکنم، در آیت الله آمده، و تو راه پیش پای کسی که الله گمراهش کرده نتوانی نهاد. وظیفهش گمراهی. شیطان به تمام معنا خالق قرآن و خالق دین اسلام. سوره نساء آیه 143. و هر کس را الله گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت. یک بار دیگر نقش شیطان را بازی میکنه. پایین تر میریم. سوره رعد آیه 33. و هر کس را الله گمراه کند راهنمایی برای او وجود نخواهد داشت. ببین دوستان، خودش گمراه میکنه، هیچ کس کاری نکرده، نگفته که خودتان را گمراه میکنید. پایین تر میریم. سوره زمر آیه 23. و هر کس را الله گمراه کند راهنمایی برای او نخواهی یافت. میریم پایین تر. همین سوره زمر آیه 36. و هر کس را الله گمراه کند هیچ هدایت کننده های ندارد. بازم شیطان. سوره فاطر آیه 8. خدا یا الله هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند. بیشتر میریم. سوره اعراف آیه 186 دوستان عزیز. سوره اعراف آیه 186. هر کس را الله گمراه سازد هدایت کننده های ندارد و آنها در طغیان و سرکشیشان رها می‌سازد تا سرگردان شوند. چه خوب لذت می‌برد از بدبختی انسان‌ها. خب سوره مدثر آیه 31. این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند. بازم نقش شیطان را بازی کرده. سوره رعد آیه 31 همچنان این مسئله تکرار شده. خب حالا دوستان اراده کنیم از آسمان برای آنان آیه‌هایی نازل می‌کنیم که گردن‌هایشان در برابر آن خاضع گردد. یعنی چی شوند؟ یعنی ما قناعتشان میدیم، ما نشانه‌هایی از آسمان روان می‌کنیم که اینا همه مسلمان شوند، اما نمی‌خواهد. چرا نمی‌خواهد دوستان عزیز؟ به خاطری که جهنم را باید از انس و جن پر کنه. ببینید چقدر عقده و بدبخت. سوره انعام آیه 25. پارهای از آنها به سخنان تو گوش فرا میدهند ولی بر دلهای آنان پرده های افکنده ایم که تا آنها نفهمند. ببینید دوستان بزرگوار، دقیقاً آمده مردم میخواهد به سخنهای محمد گوش بده، پارهای از آنها به سخنان تو گوش فرا میدهند ولی بر دلهای آنها پرده افکنده ایم تا آنها را نفهمند و الله میآید اجازه نمیده که پیامبرش کار خود را پیش ببره. پیشوری پیامبر خود را هم میگیره. شیر آقا جان آمد. و در گوشهای آنها سنگینی قرار داده ایم و آنها به قدری لجوجند که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی آورند. اول میگه که به خودمون را اجازه نمیدیم، بعد میگه ایمان نمی آورند. تا آنجا که وقتی به سراغ تو میآیند که با تو پرخاشگری کنند. کافران میگویند اینها فقط افسانه های پیشینیان هستند. افسانه های پیشینیان است. اگر خدا میخواست همه به اجبار ایمان می آوردند. سوره انعام آیه 107. و هیچ یک مشرک نمیشدند و ما تو را مسئول اعمال آنها قرار نداده ایم. ما وظیفه نداری آنها را به ایمان مجبور سازی. اینجا دیگه اوج ناتوانی محمد از بیچاره که یک و یک نمیدانست دو بسازه.
و سوره انفال آیه 17 هم بیان میکنه که این شما نبودید که آنها را کشتید، بلکه خداوند آنها را کشت. خدای قاتل در قرآن به قتل خود اقرار میکنه. و این تو نبودی ای پیامبر خاک و سنگ به صورت آنها انداختی، بلکه خدا انداخت. پیامبر خودش را نجات میده که یعنی من جنایت نمیکنم. ببین الله قاتل است، الله سنگ میندازه، سنگسار میکنه و خاک میریزه روی مردم. و خدا میخواست مؤمنان را به این وسیله امتحان خوبی کنه. خب امتحانشان کرده که اینا خوبی بلد هستن نیستن. خوبیشون چیه؟ سنگ انداختن و خاک انداختن در روی مخالف. خداوند شنوا و داناست. سوره مائده همچنان آمده که من فلان کردم بهمان کردم. بعد از این جنایات عزیزان، بعد از این جنایات حالا ببینید که الله چی کارا میکنه با بشر. این جنایات را انجام میده، مردم را گمراه میکنه. حالا ببینید که باز چی وعده داده برش. سوره نساء آیه 56. آنان را که به آیات سلام علیکم. شیر آقا جان باز آمدی؟ آنان را که به آیات ما کافر شدند به آتش خواهیم افکند. هرگاه پوست تنشان بپزد پوست دیگرشان دهیم تا عذاب خدا را بچشند. خدا پیروزمند و حکیم است. خدای درگرفته و کوفتی برای این که شما را زیادتر جزا بده پوست بدنتان رزنه و میسازد تا شما جزا را خوبتر چی کنید؟ بچشید. و از این جالب این است که با این آیت‌های بچه ترسانک ما دینش را نقد می‌کنیم. یعنی کسانی بودیم که به خودمون جرأت دادیم و از این بچه ترسانک‌ها گذشتیم. سوره کهف آیه 29 دوستان عزیز. بگو این سخن حق از جانب پروردگار شماست. هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود. ما برای کافران آتشی که دود آن همه را در بر میگیرد. خب دودش را چی کنم؟ همه را در بر میگیرد آماده کرده ایم. خدایی که مهربان بود آتش آماده میکنه. یادتان نره دوستان عزیز، البته دوستتان هم داره. و چون به استغاثه آب خواهند، از آب چون مس گداخته که از حرارتش چهره ها کباب میشوند بخورندشان. برشان میتن که چی کنن؟ مس بخورن. چی آب بدی و چی آرامگاه بد. در قدم نخست که آرامگاه نمیتونه بد باشه. آرامگاه که جای آرامش است. بسیار عالی. سوره غافر آیات 71 72 و 73 عزیزان. آنگاه که غلها یعنی زنجیر، ببینید چقدر آیت جالب است. مثل یک فیلم میمونه، مثل یک داستان میمونه. آنگاه که زنجیرها را به گردنشان اندازند، غل گفته زنجیرها را به گردنشان اندازند و با زنجیرها بکشندشان، یعنی کششان کنند. فیلم شولی را دیده بودین عزیزان؟ زنجیر می‌اندازن کش میکنن. در آب بکشندشان در آب جوشان، سپس در آتش افروخته شوند. طریقه کباب مرغ بریان عزیزان، اول در آب جوش داده میشه بعد در آتش انداخته میشه. اول مرغ را شما کوشش کنین در آب جوش بدین دوستان بزرگوار، بعد از او در آتش که بسیار مزه‌دار کباب میشه. به خاطر که اگر مرغ مستقیم بالای آتش بخواین کباب کنین قسمت‌های داخلش سخت میمونه و خورده نمیشه. الله مسلمانان در قرآن عین مثال آشپزی انسان را آورده که چگونه اینها را آماده بسازه. در آب جوش اول میکشه بعد در آتش میافکنه. آنگاه به آنها گفته شود کسایی که جوش خوردن عزیزان و در آتش افکنده شدن و با مرغ بریان با انسان بریان صحبت میکنه. چی میگه؟ آن شریکانی که برای خدا میپنداشتید کجا هستند؟ میگه شریکایتون اگه برای خدا قبول میکردین بیارین که نجاتتان بدن. با انسان بریان داره صحبت میکنه در بهشت، در جهنم. خودش در جهنم چی کار میکنه من نمیدونم. و برای جهنم بسیاری از انس و جن را بیافریدیم. آیت 179 سوره اعراف. برای جهنم بسیاری از جن و انس را بیافریدیم. ایشان را دلهایی است که بدان نمیفهمند. با دل البته اینها میفهمند، با قلب میفهمند. بدان نمیفهمند و چشمهایی است که بدان نمیبینند و گوشهایی است که بدان نمیشنوند. اینان همان چهارپایان، توهین هم کرده لعنتی. اینان همانند چون معذرت خواهی میکنم، اینان همانند چهارپایانند، حتی گمراهتر و پلیدتر و غافلتر از اونها. و جهنم در انتظار باشد. طاغیان را منزلگاهی است. زمان دراز در آنجا درنگ کنند. نه خنکی چشند و نه آبی جز آب جوشان و خون و چرک. چیزایی که ما بعد ما میه اینا را ورده که ما را بچه ترسانک کنه. این کیفری است برابر کردار، زیر آنان به روز حساب امید نداشتند. هیچ امیدی ندارم با این بچه ترسانک هایش. و هرگاه چنین نکنید که هرگز نتوانید کرد، پس بترسید از آتشی که برای کافران مهیا شده و هیزم آن مردمان و سنگ ها هستند. سنگ هم میسوزه در جهنم، البته زغال سنگ است شاید. و آخرین آیتی که در این باب میخوانم سوره آل عمران آیه 10 است دوستان عزیز. کافران را
دارایی ها و فرزندانشان هرگز از عذاب خدا نرهانند. آنها خود ایزم آتش جهنم هستند. فراموش نکنید.